بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اما بعد. دوستان عزیز، برادران و خواهران گرامی، در سومین درس از کتاب السنه تألیف امام عبدالله ابو عبدالرحمن فرزند امام اهل سنت احمد ابن حنبل رحمت الله علیه ما هستیم. آخرین درسی که دیروز خواندیم از رساله امام احمد رحمه الله به امیر المؤمنین متوکل علی الله بود. امروز ادامه درس میخوانیم ان شاء الله. حدثني ابي رحمه الله، امام عبدالله از پدرش امام اهل سنت احمد ابن حنبل روایت میکنه که ایشان از عبدالرحمن ابن مهدی شنیدن که اونا به روایتی از جبیر ابن نفیر رضی الله عنه صحابی رسول صلی الله علیه وسلم روایت میکنن که از رسول صلی الله علیه وسلم حدیث روایت از میفرمایند انکم لن ترجعوا الى الله عز وجل بشیء افضل مما خرج منه، یعنی القرآن. شما به الله برگشت کرده نمیتونین مگر به او چیزی که بهترین است، افضل است، که از الله سبحانه و تعالی خارج شدگی است، یعنی القرآن. در اینجا رسول صلی الله علیه وسلم واضح بیان میکنن که قرآن از الله سبحانه و تعالی خارج شدگی است و هر چیزی که از الله سبحانه و تعالی خارج شده او غیر مخلوق می باشه. روایت دیگری که از عکرمه ابن ابی جهل است رضی الله عنه می فرمایند که اخذ المصحف فیضعه على وجهه وهو یقول کلام ربی عز وجل. عکرمه رضی الله عنه مصحف می گرفت، قرآن کریم می گرفت، به صورتش می گذاشت و می گفت کلام رب ماست. و در اینجا معلوم است که عکرمه رضی الله عنه میگه کلام ربم، و کلام که صفت الله سبحانه و تعالی است و صفت الله تعالی هرگز مخلوق نمی باشه. و در اینجا یک مسئله فقهی است که آیا بوس کردن قرآن روا هست یا نیست. در مورد بوس کردن قرآن کدام چیز ثابت نیست از سلف، هیچ چیز ثابت نشده و این روایتی که از عکرمه رضی الله عنه است بوس نمیکنه بلکه قرآن که به صورت خود میگذاره. و در روایت دیگری که ابو الربیع روایت کرده عکرمه رضی الله عنه میگه کتاب ربی. روایت دیگری از فروه ابن نوفل است میفرمایه كنت جارا لخباب فخرجنا يوما من المسجد وهو آخذ بيدي فقال يا هناه تقرب إلى الله عز وجل ما استطعت فإنك لن تقرب إليه بشيء أحب إليه من كلامه، يعني القرآن. میگه ما با صحابی بزرگوار رسول صلی الله علیه وسلم که خباب ابن عرط رضی الله عنه میباشه با او میگه همسایه بودم. میگه یک روز با او از مسجد بیرون شدیم، دست مرا گرفته بود و به ما گفت که به الله تقرب بکن به هر توانی که داری، به هر اندازه‌ای که میتونی. و برش ادامه میگه فإنك لن تقرب الیه بشیء احب الیه من کلامه، و میگه تو بدان که به الله نزدیک شده نمیتونی مگر با او چیزی که به الله بسیار دوست داشتنی است از کلامش، که یعنی القرآن، یعنی قرآن. و روایت دیگری از عروه ابن زبیر از تابعی بزرگوار از فرزندان صحابه از ام المؤمنین عایشه رضی الله عنها روایت میکنن که مادر ما میفرمایند ما ظننت الله ينزل في شأني وحيا يتلى وانا احقر في نفسي من ان يتكلم الله بالقرآن في امري، فذكر حديث الافك. ام المؤمنین عایشه رضی الله عنها میگه ما قسم به الله هیچ وقت گمان نمیکردم که الله سبحانه و تعالی در شأن ما وحی را نازل بکنه که او تلاوت میشه. میگه من نفس خود حقیرتر از این میشماریدم که الله سبحانه و تعالی در مورد ما در قرآن سخن بگویه، تکلم بکنه، کلام بگویه. هدف از آوردن دلایل است که لفظ کلام آمده، لفظ کلام از صحابه ثابت شده که قرآن گفتن کلام الله است و کلام الله کس طبیعی غیر مخلوق می باشه. عایشه رضی الله عنها به قصه افک اشاره داره، قصه ای که تهمتی که بر مادر ما شده بود به او اشاره داره که الله سبحانه و تعالی مرا پاک کرد. در آیات قرآن با کلامش الله سبحانه و تعالی بیان کرد پاکی مرا. و روایت دیگر هم عروه روایت میکنه و سعید ابن مسیب است، عبید الله ابن عبدالله و علقمه ابن وقاص است. از ام المؤمنین عایشه رضی الله عنها روایت میکنن
حين قال لها أهل الإفك ما قالوا ما شعرت أن الله عز وجل يتكلم في بوحی. عایشه رضی الله عنها میگه زمانی که اهل افک هر چیزی که در مورد ما گفتن میگفتن، میگه اما ما هیچ وقت فکر نمیکردم که الله سبحانه و تعالی در مورد ما به وحی خود سخن بگوید. عروه ابن زبیر از نیار ابن مکرم روایت میکنه که ان ابا بکر رضی الله عنه خاطر قوما من اهل مکه على ان الروم تغلب فارس فغلبت الروم فنزلت الف لام میم غلبت الروم فأتى قريشا فقرأها عليهم فقالوا كلامك هذا ام كلام صاحبك. عروه ابن زبیر از نیار ابن مکرم روایت میکنه که ابوبکر صدیق رضی الله عنه اهل مکه را مخاطب قرار داد که درست است که روم حال شکست خورده در مقابل ایرانی ها فارس، لیکن بعد از مدت روم دوباره بر فارس که از ما غالب میشه. و این آیه مبارکی که در سوره روم است الف لام میم غلبت الروم، این آیات تلاوت کرد. قریش گفتن کلامک هذا ام کلام صاحبک، گفتن این سخن تو یا سخن رفیق تو یعنی رسول صلی الله علیه وسلم. صدیق اکبر رضی الله عنه گفت لیس بکلامی ولا کلام صاحبی ولکنه کلام الله عز وجل، گفت نه سخن ماست و نه سخن صاحب رفیق ماست بلکه کلام الله سبحانه و تعالی می باشه. امام ابوالقاسم اصفهانی در کتاب الحجه فی بیان المحجه می فرماید اینجا که ابوبکر رضی الله عنه گفته که لیس بکلامی ولا کلام صاحبی انما هو کلام الله عز وجل اثبات الحرف والصوت لانه انما تلا عليهم القرآن بالحرف والصوت. جهمیه قدیم و جهمیه جدید، اشاعره و ماتریدیه کفار علیهم لعنت الله والملائکه والناس اجمعین، اینا میگن که لفظ قرآن، صوت قرآن، لفظ و صوتی که ما قرائت میکنیم میگن این مخلوق است. و جهمیه عصر ما که از اشاعره و ماتریدیه میباشن اینا فقط همین قدر است، نمیگن که قرآن مخلوق است، فقط همین قدر نمیگن قرآن مخلوق است، لیکن میگن حرف و صوتی که است، یعنی حرف و صوتی که از این کلماتی که میباشه، این الفاظی که میباشه، الفاظی را که قاری تلاوت میکنه میگن این مخلوق است. جهمیه جدید، اشاعره و ماتریدیه کفار به همین قسم سخن میگن. امام ابوالقاسم رحمه الله این حدیث قول ابوبکر رضی الله عنه دلیل میاره که ابوبکر رضی الله عنه با اونها سوره روم تلاوت کرد که الف لام میم غلبت الروم، میگه سوره روم تلاوت کرد و گفت که این سخن که از من نیست و از صاحب من نیست بلکه این از الله سبحانه و تعالی میشه، سخن الله سبحانه و تعالی است. و روایت دیگری که از عبدالله ابن هانی است، او از عمر ابن خطاب رضی الله عنه روایت میکنه که عمر ابن خطاب رضی الله عنه میگه القرآن کلام الله عز وجل، قرآن کلام الله سبحانه و تعالی است. و روایت دیگری از عبدالله ابن مسعود رضی الله عنه است که میگه القرآن کلام الله عز وجل فمن رد منه شيئا فانما يرد على الله عز وجل. ابن مسعود رضی الله عنه میگه قرآن کلام الله عز وجل است، هر کسی که این رد کنه، هر کسی که چیزی از این رد بکنه به تحقیق الله سبحانه و تعالی رد کرده، بر الله تعالی رد زدگی است. و باز روایت از عبدالله رضی الله عنه میگه ان احسن الكلام کلام الله عز وجل، بهترین سخن الله سبحانه و تعالی است، بهترین کلام الله تعالی است. و روایت دیگری از عبدالله بن مسعود رضی الله عنه است که میگه انه سمع النبي صلی الله علیه وسلم یقول احسن الكلام کلام الله عز وجل. ابن مسعود رضی الله عنه از رسول صلی الله علیه وسلم شنیده است که میگفتن بهترین سخن الله سبحانه و تعالی است. و در روایتی که امام نسائی از جابر رضی الله عنه آورد رسول صلی الله علیه وسلم میگن احسن الكلام کلام الله و احسن الهدی هدی محمد صلی الله علیه وسلم، بهترین سخن الله تعالی است و بهترین راه روش محمد صلی الله علیه وسلم است. و روایت دیگری که از عثمان بن عفان رضی الله عنه میباشه میفرماید ما احب ان یمضی علی یوم ولا لیله الا انظر فی کلام الله عز وجل یعنی القراءة فی المصحف. عثمان رضی الله عنه میگه من دوست ندارم که یک شب روز بر من بگذره مگر اینکه من به قرآن نظر نکنم و تلاوت قرآن نکنم. عثمان رضی الله عنه در تلاوت قرآن بسیار حریص بود و بسیار قرآن تلاوت میکرد. و روایت دیگری که از محمد ابن کعب القرظی است میگه روایت میکنه که در روز قیامت وقتی که الله سبحانه و تعالی سخن میگه که ان الناس اذا سمعوا القرآن من في الرحمن عز وجل يوم القيامه فكأنهم لم يسمعوه قبل ذلك. در روز قیامت الله سبحانه و تعالی
قرآن کس تلاوت میکنه، الله تعالی قرآن تلاوت میکنه و اهل جنت کس میگه فکأنهم لم یسمعوه قبل ذلك، مثلی که او را نشنیده باشن. و روایت دیگری که از حسن است میفرماید رسول صلی الله علیه وسلم گفتن فضل القرآن على سائر الكلام كفضل الله عز وجل على عباده، فضیلت قرآن بر سایر سخنها، بر سایر کلامها مثل فضیلت الله سبحانه و تعالی بر بنده هایش می باشه. اینجا میبینیم که رسول صلی الله علیه وسلم بر قرآن کلام به کار بردن که کلام الله سبحانه و تعالی است و کلام کس هیچ وقت مخلوق نمی باشه، چون کلام صفتی از صفات الله سبحانه و تعالی است. و روایت دیگر از عبدالله بن مسعود رضی الله عنه است که میگه من کان یحب ان یعلم انه یحب الله عز وجل فلیعرض نفسه على القرآن فإن حب القرآن فهو يحب الله عز وجل فإنما القرآن كلام الله عز وجل. ابن مسعود رضی الله عنه میگه اگر کسی میخواد خود معلوم بکنه که آیا الله را دوست داره، میگه پس نفس خود بر قرآن پیش بکنه. اگر قرآن دوست داشت پس میگه الله را دوست داره، چرا که قرآن کلام الله سبحانه و تعالی می باشه. و محمد بن قیس روایت میکنه ان فضل القرآن على الكلام كفضل الخالق على سائر خلقه، میگه فضیلت قرآن بر سایر کلام ها، بر سایر سخنان مثل فضیلت خالق بر مخلوقاتش می باشه. فضیلت خالق الله سبحانه و تعالی بر مخلوقاتش است. و روایت دیگری که از سلیمان بن عبدالملک است میگه فضل القرآن على ما سواه من الكلام كفضل الخالق على خلقه، فضیلت قرآن بر سایر سخنان مثل فضیلت خالق بر مخلوقاتش است. روایت دیگری که از ابی سعید خدری رضی الله عنه است که از رسول صلی الله علیه وسلم روایت میکنه میفرمایند یقول الله عز وجل من شغله قراءة القرآن عن ذكري وعن مسألتي أعطيته أفضل ثواب السائلين وفضل القرآن على سائر الكلام كفضل الله عز وجل على خلقه. رسول صلی الله علیه وسلم میگن که الله سبحانه و تعالی میفرماید کسی که مشغول شود به قرائت قرآن، که به قرائت قرآن مشغول شود و الله سبحانه و تعالی را از قرائت قرآن سوال بکنه، الله سبحانه و تعالی میگه اعطیته افضل ثواب السائلین، ما برش میبخشم بهترین ثواب سوال کننده ها را. و فضیلت قرآن بر سایر سخنان که فضیلت الله سبحانه و تعالی بر مخلوقاتش میباشه. روایت دیگر از ابی هریره رضی الله عنه است میفرماید قال رسول الله صلی الله علیه وسلم ان فضل القرآن على سائر الكلام كفضل الرحمن تبارك وتعالى على سائر خلقه. رسول الله صلی الله علیه وسلم میفرماید فضیلت قرآن بر سایر سخنان مثل فضیلت رحمان، مثل فضیلت الله سبحانه و تعالی بر سایر مخلوقاتش میباشه. و روایت دیگری از صالح المری است میگه أتى رجل الحسن فقال له يا أبا سعيد إني إذا قرأت كتاب الله عز وجل فذكرت شروطه وعهوده ومواثيقه قطع بي رجائي. کسی آمد در نزد حسن بصری تابعی بزرگوار رحمه الله برش گفت ای ابا سعید من وقتی که کتاب الله را میخوانم و شرطها و عهدها و پیمانهایی که الله سبحانه و تعالی گرفته و از انبیا گرفته، از مؤمنین گرفته، اونها را که میخوانم قطع بی رجای، امیدم قطع میشه. فقال له الحسن ابن أخي إن القرآن كلام الله عز وجل إلى القوة والمتانة وإن الأعمال أعمال ابن آدم إلى الضعف والتقصير ولكن سدد وقارب وأبشر. حسن بصری رحمه الله گفت ای برادرزاده، ای فرزند برادرم، بدان که قرآن کلام الله سبحانه و تعالی است، قوی است و با متانت می باشه، ولیکن اعمال ما کس اعمال ابن آدم، فرزندان آدم ضعیف است و کوتاهی داره. لیکن تو سعی خود بکو، کوشش خود بکو و خود نزدیک بو، انشاءالله به تو بشارت است و ابشر به تو بشارت است انشاءالله. هدف اینجاست که اینجا حسن بصری رحمه الله تابعی بزرگوار با قرآن که از کلام الله را به کار برده. قرآن کلام الله سبحانه و تعالی است. سمعت ابي يقول من كان من اصحاب الحديث او من اصحاب الكلام فامسك عن ان يقول القرآن ليس بمخلوق فهو جهمی. امام احمد رحمه الله می فرماید کسی از اهل حدیث باشه یا از اهل کلام باشه، ای که خود باز بداره از گفتنی که قرآن غیر مخلوق است، میگه فهو جهمی. اگر نگفت که قرآن غیر مخلوق است، بدان میگه او جهمی است، هر کسی که میخواه باشه. از معاویه ابن عمار الدهنی روایت است که او میگه گفتم به جعفر کس همون جعفر صادق است، جعفر ابن محمد،
از ائمه اهل سنت می باشه. جعفر صادقی که روافض او را به خودشان نسبت میتن، در حالی که اونها از ائمه اهل سنت هستند. به جعفر ابن صادق میگه گفتم انهم يسألون عن القرآن مخلوق هو قال ليس بخالق ولا مخلوق ولكنه كلام الله. میگه به او گفتم که از ما پرسان میکنن در مورد قرآن که آیا مخلوق است؟ گفت قرآن نه خالق است و نه مخلوق است بلکه کلام الله سبحانه و تعالی. و روایت دیگری که از جعفر صادق رحمه الله می باشه، از او در مورد قرآن پرسیده میشه، کسی میپرسه که خالق او مخلوق، قرآن خالق است یا مخلوق؟ میگه لیس بخالق ولا مخلوق ولكنه کلام الله عز وجل. قرآن نه خالق است و نه مخلوق است بلکه کلام الله سبحانه و تعالی می باشه. وقال اسماعیل ابن عبید میگه و هو قولنا و قول اهل السنه، ای قول ماست، ای سخن ماست و سخن عموم اهل سنت است. و من قال القرآن مخلوق فهو کافر، و کسی که بگه قرآن مخلوق است او کافر است. و روایت دیگری که از معاویه ابن عمار دهنی روایت میکنه که از جعفر ابن محمد یعنی جعفر صادق سوال شد در مورد قرآن، گفت لیس بخالق ولا مخلوق، نه خالق است و نه مخلوق، و هو کلام الله عز وجل بلکه کلام الله سبحانه و تعالی است. روایت دیگری که از جعفر ابن محمد است، او از پدرش روایت میکنه که او از علی ابن الحسین شنیده، میگه انه قال فی القرآن لیس بخالق ولا مخلوق ولكنه کلام الله عز وجل. قرآن نه خالق است و نه مخلوق بلکه کلام الله سبحانه و تعالی می باشه. از زهری روایت است که میگه پرسیدم از علی ابن الحسین، گفتم از قرآن پرسیدم، گفت که کتاب الله عز وجل و کلامه، قرآن که از کتاب الله تعالی است و سخن الله سبحانه و تعالی کلام الله تعالی می باشه. و در مورد آیه‌ای که لا یملکون منه خطابا، از مجاهد رحمه الله تابعی بزرگ از روایت است که میگه کلام الله عز وجل، ای آیت میگه کلام الله سبحانه و تعالی است. و امام احمد رحمه الله میگه بلغني عن ابراهیم بن سعد و سعید بن عبد الرحمن الجمحی و وهب بن جرير و ابي النضر هاشم بن القاسم و سليمان بن الحرب قالوا القرآن كلام الله ليس بمخلوق. امام احمد رحمه الله از تعداد از ائمه سلف نقل میکنه، میگه از اونها به ما رسیدگی است که قرآن کلام الله تعالی است و غیر مخلوق است. و امام عبدالله از احمد ابن ابراهیم روایت میکنه، او میگه ما از ابی النضر هاشم بن القاسم شنیدیم که میگفت القرآن کلام الله عز وجل لیس بمخلوق، قرآن کلام الله سبحانه و تعالی است و مخلوق نمی باشه. ابو بکر ابن ابی شیبه روایت میکنه، میگه كنت عند سفیان ابن عیینه جالسا انا و عثمان و اخی فسأله منصور ابن عمار عن القرآن امخلوق. ابو بکر ابن ابی شیبه می روایت میکنه، میگه ما در نزد سفیان ابن عیینه رحمه الله تعالی نشسته بودیم، ما بودم و برادرم عثمان بود که در اونجا منصور ابن عمار داخل شد. منصور ابن عمار یکی از کسانی بود که در مسئله خلق قرآن سخن میگه. آمد پرسید که از قرآن پرسید که ام مخلوق، از سفیان رحمه الله پرسید که آیا مخلوق است؟ فأنكر ابن عيينة ما سأله وغضب غضبا شديدا وقال إني أحسبك شيطانا، وأنكر ابن عيينة ما جاء به منصور. سفیان رحمه الله، سفیان ابن عیینه رحمه الله به او رد زد و بسیار غضبناک شد و گفت من تو را از شیطان حساب میکنم، روایت دیگری که از عثمان ابن ابی شیبه روایت میکنه که ما در نزد سفیان ابن عیینه بودیم، میگه ما بودم و ابو بکر بود و ابو محمد بود. میگه فسأله منصور ابن عمار عن القرآن مخلوق فانكر سفیان ما سأله عنه. میگه منصور ابن عمار از او پرسید که آیا قرآن مخلوق است؟ میگه سفیان رحمه الله میگه و رد زد و غضبناک شد، بسیار غضبناک شد و قال له سفیان یا منصور اینی احسبک شیطانا بل انت شیطان. دو بار تکرار کرد امام سفیان، گفت که ما تو را از شیطان حساب میکنم، بلکه خودت شیطان هستی. و امام سفیان گفته شد یا ابا محمد انه صاحب سنه، گفته شد که ای صاحب سنت است و ای اهل عبادت است، ای عابد است. امام سفیان گفت ما اراه الا شیطان، گفت میره گفت چیزی نمیبینم مگر شیطان. گفت شیطان است، گفت ای عابد نیست. و اسحاق ابن اسماعیل روایت میکنه سمعت سفیان ابن عیینه، میگه ما سفیان ابن عیینه شنیدم که میگفت لا نحسن غیر هذا القرآن کلام الله، میگفت ما از این سخن بهتر ندارم که میگم قرآن کلام الله است.
الله تعالی در سوره توبه میگه فاجره حتی یسمع کلام الله. اگر مشرک آمد از شما پناه خواست، او را پناه بدین تا کلام الله را بشنوه. الله تعالی در اینجا بیان کرده کلام الله. و در سوره فتح آیه 15 الله تعالی میگه یریدون ان یبدلوا کلام الله. کفار میخوان که کلام الله را تبدیل بکنن. و در اینجا هم کس الله سبحانه و تعالی به آیات خود، به آیات قرآن، به قرآن کس کلام خود به کار بردگی است. به ابن عیینه رحمه الله گفته شد انه یروى عنک ان القرآن مخلوق. گفتن از تو بعضی کسا روایت میکنه که تو گویا گفته باشی قرآن مخلوق است. قال ما قلته، نگفتیم ما، القرآن کلام الله عز وجل. گفت من میگم قرآن کلام الله است. و روایت دیگری که از ابو معمر است، میگه از ابن عیینه شنیدیم که میگفت القرآن کلام الله عز وجل. قرآن کلام الله سبحانه و تعالی است. و روایت دیگر از عبدالله ابن مبارک رحمه الله است که میگه القرآن کلام الله عز وجل لیس بخالق ولا مخلوق. قرآن کلام الله است، نه خالق است نه مخلوق. از ابن ابی اویس روایت است که میگه از مامایم مالک ابن انس شنیدم و جماعتی از علمایی که مدینه بودن از اونها شنیدم و در نزد آنها از قرآن سخن گفته شد. فقالوا کلام الله عز وجل و هو منه و لیس من الله عز وجل شیء مخلوق. گفتن قرآن کلام الله تعالی است و از خود الله تعالی می باشه و هیچ چیزی الله سبحانه و تعالی مخلوق نیست. قال حماد بن زید القرآن کلام الله عز وجل انزله جبريل علیه السلام من عند رب العالمین. حماد بن زید از ائمه سلف رحمه الله میگه قرآن کلام الله تعالی است که الله تعالی او را نازل کردگی است به جبرئیل علیه السلام از نزد خودش. راوی روایت میکنه من میگه از عبدالرحمن ابن مهدی شنیدم که از او سهل ابن ابی خدوی پرسان کرد در مسئله قرآن. عبدالرحمن ابن مهدی رحمه الله استاد امام احمد است. در جواب گفت یا ابا یحیی ما لك ولهذه المسائل، هذه مسائل اصحاب جهم، انه ليس في اصحاب الاهواء الشر من اصحاب جهم. گفت تو چی شده به این سخنا؟ گفت این سخنای مسائل است که از یاران جهم است، جهم ابن صفوان. گفت در بین اهل هوا، در بین اهل بدعت بدتر از یاران جهم نمی باشد. و گفت یدورون علی ان یقولوا لیس فی السماء شیء ارى والله الا يناكحوا ولا يوارثوا. گفت اینا سعی دارن ای که بگن که در آسمان چیزی نیست، سعی دارن بگن که الله وجود نداره، معاذ الله. و در ادامه عبدالرحمن بن مهدی رحمه الله میگه نظر میست که میگه الا يناكحوا، با اونها که از نکاح کرده نشه و دختر به اونها داده نشه و از اونها گرفته نشه و به اونها میراث هم داده نشه، چون کفار هستن. کافر از کسی میراث گرفته نمیتونه و کسی هم از کافر میراث گرفته نمیتونه. و روایت دیگری که از ابوبکر بن عیاش رحمه الله است میگه من زعم ان القرآن مخلوق فقد افترى علی الله عز وجل. کسی اگر زعم بکنه که قرآن مخلوق است به الله سبحانه و تعالی دروغ بسته است. روایت دیگری که از ابا نعیم است میگه القرآن کلام الله عز وجل غیر مخلوق. قرآن کلام الله است و مخلوق نمی باشه. و روایت دیگری از عبدالرحمن ابن مهدی است میگه القرآن کلام الله عز وجل لیس بخالق ولا مخلوق. قرآن کلام الله سبحانه و تعالی است، نه خالق است و نه مخلوق است. روایت دیگر از وکیع ابن جراح رحمه الله است میگه القرآن کلام الله عز وجل لیس بمخلوق. قرآن کلام الله تعالی است، مخلوق نمی باشه. و در روایت دیگری وکیع رحمه الله میگه القرآن کلام الله عز وجل و هو منه جل و تعالی. جل و تعالی میگه قرآن کلام الله سبحانه و تعالی است و قرآن از الله سبحانه و تعالی می باشه، از خود الله تعالی است. و وکیع میگه راوی روایت میکنه که از وکیع شنیدم میگفت القرآن من الله عز وجل منه خرج و الیه یعود. قرآن از الله سبحانه و تعالی می باشه، از الله سبحانه و تعالی خارج شده و بر الله برمیگرده. و راوی روایت میکنه میگه ما از وکیع شنیدم که میگفت القرآن کلام الله تعالی فمن قال غیر هذا فقد خالف الكتاب والسنه. قرآن کلام الله سبحانه و تعالی، کسی غیر از این بگه او با کتاب و سنت، با قرآن و سنت مخالفت کردگی است. و راوی روایت میکنه که ابوبکر بن ابی شیبه است رحمه الله از وکیع رحمه الله روایت میکنه میگه كتب الی اهل بغداد يسالوني عن القرآن فكتبت اليهم القرآن کلام الله عز وجل. اهل بغداد از ما در مورد قرآن سوال کرده بودن، برشان نوشتم که قرآن کلام الله سبحانه و تعالی است. و بشر ابن الحارث روایت میکنه میگه من از عبدالله ابن داود سوال کردم در مورد قرآن و او گفت که العزیز الجبار المتکبر یکون هذا مخلوقا. آیه 23 سوره حشر خان العزیز الجبار المتکبر، سه نام الله سبحانه و تعالی.
گفت یکون هذا مخلوقا، گفت آیا اینا مخلوق می باشه؟ سبحان الله، به چه شکل جواب میتن ائمه سلف. و عمرو بن دینار میگه ادرکت اصحاب النبی صلی الله علیه وسلم فمن دونه منذ 70 سنه يقولون الله الخالق وما سواه مخلوق والقرآن كلام الله منه خرج و الیه یعود. میگفتن که الله سبحانه و تعالی خالق است و آنچه غیر الله تعالی است کلش مخلوق است و قرآن کلام الله تعالی است، از الله خارج شده و بر الله برمیگرده. روایت دیگری از ابو الولید هشام ابن عبد الملک است، میگه یحیی بن سعید برم گفت کیف یصنعون بقل هو الله احد، کیف یصنعون بهذه الآیه اینی انا الله یکون مخلوقا. گفت چی میکنن در مورد آیه‌ای که در سوره اخلاص است قل هو الله احد، یا آیه‌ای که در سوره قصص است الله تعالی میگه اینی انا الله، ما الله سبحانه و تعالی هستم. گفت آیه مخلوق می باشه؟ تعالی الله عما یقول هؤلاء المشركون. و روایت دیگر وحی بن جریر است، میگه القرآن کلام الله عز وجل وليس بمخلوق، قرآن کلام الله تعالی است، مخلوق نمی باشه. روایت دیگری از یزید بن هارون رحمه الله است، میگه القرآن کلام الله و هو غیر مخلوق. روایت دیگر از محمد بن یزید الواسطی است، میگه علمه و کلامه منه و هو غیر مخلوق. علم و کلام، علمش و کلامش از الله سبحانه و تعالی میشه، از الله است و هو غیر مخلوق، و غیر مخلوق می باشه. هر چیزی که از الله تعالی است و غیر مخلوق می باشه. و اسحاق بن محلول میگه سمعت ابن ابي اويس يقول القرآن كلام الله ومن الله وما كان من الله فليس بمخلوق. میگه از ابن ابی اویس شنیدم که میگفت قرآن کلام الله است و از الله سبحانه و تعالی است و آن چیزی که از الله سبحانه و تعالی است مخلوق نمی باشه. ابو بکر بن ابی شیبه روایت میکنه وقال له رجل من اصحابه القرآن كلام الله وليس بمخلوق. یکی از یارانش به ابو بکر ابن شیبه گفت قرآن کلام الله است و مخلوق نمی باشه. فقال ابو بکر من لم يقل هذا فهو ضال مضل مبتدع. گفت کسی اگر این سخن نگویه او گمراه است، گمراه کننده است و بدعتگزار است. و روایت دیگری که از عثمان ابن ابی شیبه است میگه القرآن کلام الله وليس بمخلوق، قرآن کلام الله تعالی است، مخلوق نمی باشه. و در روایت دیگر عثمان میگه من لم يقل القرآن كلام الله وليس بمخلوق فهو عندي شر من هؤلاء، یعنی الجهمیه. گفت اگر کسی بگه که قرآن کلام الله است و نگویه که قرآن کلام الله غیر مخلوق است، میگه او در نزد بدتر از جهمیه است. انسان وقتی که میگه که قرآن کلام الله است باید بگه که کلام الله غیر مخلوق است، به خاطر که جهمیه میگفتن که مخلوق است، باید فرق بگذاره. و ائمه سلف کلشان ایران میگفتن کسی که توقف میکنه و نمیگه او بدتر از جهمیه است. روایت دیگری از ابو عمرو شیبانی است، او میگه به اسماعیل ابن حماد ابن ابی حنیفه که نواسه ابو حنیفه است، میگه با او گفتم تو میگه که قرآن مخلوق است، فقلت له خلقه قبل ان يتكلم به او بعد ما تكلم به. تو که میگه قرآن مخلوق است، الله تعالی ایرا قبل از اینکه سخن بگه آفریده یا بعد از اینکه سخن گفته ایرا آفریده. میگه فسکت، نواسه ابو حنیفه اسماعیل کرد پس سکوت کرد، هیچ جواب نداشت. میگه روایت دیگری که در کتاب معجم الادباء آورده میگه از ابو عمرو شیبانی روایت میکنه که میگه از به اسماعیل نواسه ابو حنیفه گفتم تو میگه قرآن مخلوق است؟ قال نعم. قلت فمتى خلقه؟ گفتم پس الله تعالی قرآن کی آفریده، کی خلق کرده؟ قبل ان يتكلم به او بعد ما تكلم به، قبل از اینکه سخن بگه یا بعد از اینکه سخن گفت. میگه فاطرق طويلا ثم رفع رأسه وقال انت شيخ جدل هذا قولي و قول امیر المؤمنین. گفت میگه بسیار طولانی که سپس سر خود بالا کرد و گفت که تو شیخ جدل هستی، تو بسیار جدل میکنی، قول ما و قول امیر المؤمنین است. منظورش از امیر المؤمنین ممکنه اون معتصم باشه یا مأمون کافر باشه، هر دویش کفار بودن که ائمه اهل سنت، علمای اهل سنت به خاطر از اینکه نمیگفتن قرآن مخلوق است اونها را شکنجه میکردن، کفار بودن. و این منظورش از امیرالمومنین همون کفار است. نواسی ابو حنیفه و فرزند ابو حنیفه که از آنها از دعوتگران جهمیه بودن، از کسانی بودن که میگفتن قرآن مخلوق است. و در روایاتی آمده که خود ابو حنیفه هم کسی میگفته قرآن مخلوق است. انشاءالله اگر در رد بر اهل رای در این کتاب آمد انشاءالله با شما او روایات میخوانم انشاءالله.
راوی روایت میکنه، میگه از یحیی ابن ایوب شنیدم که میگفت من لم یقل القرآن کلام الله عز وجل غیر مخلوق فهو جهمی. میگه اگر کسی نگوید که قرآن کلام الله سبحانه و تعالی است و غیر مخلوق است، میگه او جهمی است. باید بگوید که قرآن کلام الله است و کلام الله غیر مخلوق است. باید اینمی سخن بگه، تنها به این بسنده نکنه که قرآن کلام الله است، باید اضافه بکنه که قرآن کلام الله است و کلام الله غیر مخلوق است. اگر کسی سخن نگوید فهو جهمی، او جهمی است. و راوی روایت میکنه، میگه از حسن ابن موسی شنیدم که او گفت اعوذ بالله السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین. فقال حسن امخلوق هذا؟ میگه بسم الله الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین خواند و گفت آیا اینها مخلوق است؟ یعنی به طرز سوالیه و تعجبی گذاشت که چجوری چه رقمی مخلوق می باشه. و روایت دیگری که از محمد بن سلیمان الوین است، میگه القرآن کلام الله غیر مخلوق، قرآن کلام الله است غیر مخلوق است. ما رأیت احدا یقول القرآن مخلوق. اعوذ بالله، میگه من کسی از ائمه اهل سنت ندیدم که بگه قرآن مخلوق است، پناه میبرم به الله. روایت دیگری که از سلیمان ابن حرب است از ائمه اهل سنت است، میگه القرآن لیس بمخلوق. فقلت له انك كنت لا تقول هذا فما بدا لك. ما میگه برش گفتم تو خیلی سخن نمیگفتی، چی شد که این سخن گفتی؟ قال استخرجته من كتاب الله عز وجل. گفت ایره استخراج کردم از کتاب الله سبحانه و تعالی. قال الله ولا يكلمهم الله ولا ينظر اليهم. الله سبحانه و تعالی گفته است که با آنها سخن نمیگه، با آنها نگاه نمیکنه در روز قیامت با کفار. فالکلام و النظر واحد، میگه سخن گفتن و دیدن هر دویش یکی است. وقتی که نظر کردن میگه غیر مخلوق است و همچنین سخن گفتن الله تعالی کلام الله تعالی هم که از غیر مخلوق است. و عطا برادرزاده حجاج الانماطی روایت میکنه، میگه من با کاکایم حجاج گفتم ما تقول في القرآن؟ قال القرآن کلام الله عز وجل وليس من الله شيء مخلوق. گفت که قرآن کلام الله تعالی است و چیزی از الله سبحانه و تعالی مخلوق نمی باشه. و روایت دیگری که از سوار ابن عبدالله القاضی است، میگه دخلت على رجل اعوده من وجع به فقال القرآن ليس بمخلوق وذاك أنه كل من عوذني قال أعيذك بالله أعيذك بالقرآن فعلمت أن القرآن ليس بمخلوق. سبحان الله. میگه من داخل شدم به یک نفری که میخواستم بر از او مریض شده بود، به خاطر دردی که داشت، مریضی که داشت، میخواستم برش دم بکنم، یعنی برش آیات قرآن رو بخونم. میگه او به من گفت که قرآن مخلوق نمی باشه. میگه چرا؟ میگه چون هر کسی که آمد بر مکز دعا میکرد و میگفت که اعیذک بالله، تو را به الله میسپارم، به الله. اعیذک بالقرآن، یعنی تو را یعنی در پناه قرآن باشی. میگه فعلمت ان القرآن لیس بمخلوق، میگه فهمیدم که قرآن مخلوق نمی باشه. میگه سمعت یحیی بن معین و ابا خیثمه یقولان القرآن کلام الله عز وجل و غیر مخلوق. احمد ابن ابراهیم روایت میکنه، میگه از یحیی ابن معین و ابو خیثمه شنیدم که میگفتن قرآن کلام الله است و غیر مخلوق میباشه. و روایت دیگری که احمد ابن ابراهیم روایت میکنه، میگه از یحیی ابن معین شنیدم و از اسحاق ابن ابی اسرائیل شنیدم و ما در مسجد زبیدیه بودم، میگفت القرآن کلام الله عز وجل و هو غیر مخلوق. میگه اسحاق ابن ابی اسرائیل میگفت که قرآن کلام الله تعالی است و هو غیر مخلوق است. لیکن این انسان کس در روایت دیگری که آمده، این انسان کس از اهل توقف بوده، از کسانی بوده که میگفت قرآن کلام الله است و توقف میکرده. و ائمه اهل سنت کس امام احمد او را تکفیر کرده، امام احمد او را تکفیر کردگی است، چرا که او به ائمه اهل سنت طعنه میزد. ابو العباس السراج روایت میکنه سمعته یقول هؤلاء الصبيان يقولون كلام الله غير مخلوق الا قالوا كلام الله وسكتوا ويشير الى دار الامام احمد رحمه الله. ابو العباس روایت میکنه، میگه من شنیدم از اسحاق ابن ابی اسرائیل که او میگفت که این اطفال کس میگن قرآن کلام الله است و کلام الله غیر مخلوق است. میگه چرا همینقدر بسنده نمیکنن بگن که قرآن کلام الله است و ساکت شوند؟ اشاره کرد به خانه امام احمد رحمه الله، یعنی امام احمد طعنه زد بر امام احمد طعنه زد. و اسحاق ابن داود میگه تجهم اسحاق ابن ابی اسرائیل بعد 90 سنه. اسحاق ابن ابی اسرائیل بعد از 90 سال میگه ای جهمی شد. و امام ابو حاتم رازی رحمه الله
میگه وقف فی القرآن فوقفنا عن حدیثه ولقد تركه الناس حتى كنت امر بمسجد وهو وحید لا يقربه احد بعد ان كان الناس الیه عنقا واحدا. میگه او در مورد قرآن توقف کرد، یعنی فقط میگه قرآن کلام الله است و ادامه نمیداد. میگه ما هم که از حدیث گفتن، از روایت کردن از او که توقف کردیم، هیچ روایت را از او نمیکنیم. میگه ولقد ترکه الناس، میگه مردم هم او را ترک کردن. میگه در حالی که ما از مسجد عبور کردم و هو وحید لا یقربه احد، میگه ما از او عبور کردم در حالی که در مسجد بود، تک و تنها نشسته بود، کسی به اون نزدیک نمیشد. زمانی بود که همه مردم گردش جمع میشدن، اما زمانی که در مسئله قرآن توقف کرد، میگه هیچ کسی با نزدیک او نمیرفت. ابن هانی میگه ما از امام احمد رحمه الله شنیدم که در مورد اسحاق ابن ابی اسرائیل گفت بعد طلبه للحديث وكثرة سماعه شك فصار ضالا شکاکا. میگه بعد از اینکه حدیث طلب علم حدیث میکرد، لیکن در آخر کس از اهل شکاک شد و گمراه شد. لیکن ذهبی در کتابش از او دفاع کرده، در حالی که ائمه اهل سنت حتی از امام اهل سنت نقل از امام احمد نقل است که او را تکفیر کردگی است. انشاءالله اقوال دیگر میاریم که امام احمد کسی که در قرآن توقف بکنه او را تکفیر کرده و او را جهمی گفتگی است. نه تنها امام احمد بلکه کل ائمه اهل سنت تکفیر کردگی هستند. لیکن ذهبی که در کتاب خود آورده از او دفاع کرده. ذهبی در کتاب خود سیره از او آورده و از او دفاع کرده، گفته در مورد از گفته باید انصاف شوه و ایره نباید جهمی گفته شوه. بلکه جواب ما برای ذهبی است از تو کده بهتر ائمه اهل سنت بهتر میفهمیدن، انصاف که از ائمه اهل سنت بهتر میدانستن. امام احمد انصاف از تو کده بهتر میدانست، اونا بهتر میدانستن که در مورد دین در مسائل قرآن چی بگوین چی نگوین. وقال أئمة السنة لا يسعه السكوت والوقف فيما بعد اتضحت الحجة وقامت البينة وأجمع علماء السنة على أنه كلام الله غير مخلوق. شاهین روایت میکنه، میگه از ابا عبدالله احمد ابن حنبل پرسان کردم از کسی که توقف میکنه در قرآن، میگه ذاک شک فی الدین، گوی انسان که در دین شک کردگی است. اجماع العلماء والائمة المتقدمین على ان القرآن كلام الله غیر مخلوق. میگه اجماع علما و ائمه که در پیش دیر شده بودن کلشان میگفتن قرآن کلام الله است و غیر مخلوق است. هذا الدين الذي ادركت عليه الشيوخ وادرك من كان قبلهم على هذا. میگه دینی است که ما شیوخ یعنی ائمه اهل سنت به او یافتم و کسانی که قبل از ما بودن به یافتن. و ابو داود در مسائل خود روایت میکنه، میگه از احمد ابن حنبل رحمه الله شنیدم از او پرسیده شد که لهم رخصة ان يقول الرجل كلام الله ثم يسكت، فقال ولما يسكت لولا ما وقع فيه الناس كان يسعه السكوت ولكن حيث تكلموا لأي شيء لا يتكلمون. به او گفته شد آیا رخصت از برای کسی که بگه قرآن کلام الله است و ساکت شود؟ گفت چرا ساکت شود؟ گفت نباید ساکت شود. او چیزی را که مردم میگن که قرآن مخلوق است، جهمیه میگن قرآن مخلوق است، باید انسان بگه که قرآن کلام الله است و کلام الله غیر مخلوق است، باید به همین شکل توضیح بده، وضاحت بده. و امام خلال از مروزی روایت میکنه که میگه سألت احمد عن وقف لا يقول غير مخلوق قال انا اقول كلام الله قال يقال له ان العلماء يقولون غير مخلوق فان ابى فهو جهمي. میگه از امام محمد ما پرسیدم در مسئله کسی که توقف میکنه نمیگه که قرآن غیر مخلوق است، میگه که من میگم قرآن کلام الله است. امام احمد برش گفته میشه که علما میگن که قرآن غیر مخلوق است. میگه فإن ابى فهو جهمی، اگر ایره ابا ورزید و این کلمه را نگفت که قرآن غیر مخلوق است، میگه بدون که جهمی است. باید کسی که میگه قرآن کلام الله است آیت وضاحت بده، آشکارا بگه که قرآن کلام الله است و کلام الله غیر مخلوق است. و امام عبدالله از ابا معمر روایت میکنه، میگه القرآن کلام الله عز وجل وليس بمخلوق ومن شك في انه غیر مخلوق فهو جهمی بل شر من الجهمی. از ابا معمر روایت میکنه که میگه قرآن کلام الله است و مخلوق نمی باشه و اگر کسی شک بکنه به اینکه قرآن غیر مخلوق است، میگه او جهمی است، بلکه شر من الجهمی، بدتر از جهمی است. و امام عبدالله میگه از ابا معمر شنیدم که میگفت ادرکت الناس یقولون القرآن کلام الله عز وجل لیس بمخلوق. میگه ما مردمای را دریافتم، یعنی ائمه اهل سنت، میگه ما اونا را دریافتم که میگفتن قرآن کلام الله است و مخلوق نمی باشه. و ابو بکر ابن اسحاق روایت میکنه، میگه رأیت فی کتاب ابی عبید القاسم ابن سلام بخطه اذ قال
إذا قال لك الجهمي أخبرني عن القرآن أهو الله أم غير الله، فإن الجواب أن يقال له أحلت في مسألتك، لأن الله عز وجل وصفه بوصف لا يقع عليه شيء من مسألتك. میگه ابوبکر ابن اسحاق الصاغانی میگه دیدم در کتاب ابی عبید القاسم ابن سلام، یکی از ائمه اهل سنت است که خیلی روایت از او آمده، میگه به خط خودش نوشته کرده و در یک کتاب نوشته کرده بود در کتاب خودش، و او میگه که اذا قال لك الجهمی، اگر وقتی که جهمی به تو گفت که اخبرنی عن القرآن، از قرآن به من خبر بده که اهو الله ام غیر الله، آیا قرآن الله هست یا غیر الله هست، میگه در جواب برش بگو که این سوالی است که تو پرسان میکنی، میگه آیا الله سبحانه و تعالی به این گفته که من قرآن کس الله هست یا غیر الله هست؟ و این آیت میگه بخوان قال الله عز وجل الف لام میم تنزیل الكتاب لا ریب فیه من رب العالمین. الف لام میم، این قرآن کس نازل شده است از طرف الله سبحانه و تعالی است، هیچ شکی در اون نیست. میگه فهو من الله عز وجل ولم يقل هو انا ولا هو غیری، این میگه قرآن از الله سبحانه و تعالی میباشه، قرآن از الله سبحانه و تعالی است، و در اینجا الله تعالی نگفته که ما هستم یا غیر هستم، انما سماه کلامه، اینجا الله تعالی کلام نامیده، الله سبحانه و تعالی قرآن کس کلام خودش نامیده، فلیس له عندنا غیر ما حله، در نزد ما نیست غیر از اون چیزی که الله سبحانه و تعالی بر خودش کس وصف کرده و خودش سخن گفته. میگه اگر به شما گفتن فإن قالوا أرأيتم قوله عز وجل إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون فالقرآن الشيء فهو مخلوق، اگر میگه با شما این آیت خواندن که الله تعالی میگه ما اگر سخن ما ای است که لشیء بر چیزی اگر اراده بکنیم میگیم که کن فیکون، میگیم که شو او میشود، میگه فالقرآن الشیء، میگه اینجا کلمه شیء با کار برده شده، میگه پس او مخلوق است. قیل له لیس قول الله عز وجل یقال له شیء، میگه برش گفته میشه که قول الله سبحانه و تعالی شیء نیست، الا تسمع قوله انما قولنا لشیء اذا اردناه ان نقول له كن فيكون فقد اخبرك ان القول كان منه قبل الشيء فالقول من الله عز وجل سوى الشيء. میگه برش گفته میشه که ببین کلمه شیء که در اینجا با کار برده شده این قبل از کلمه شیء کلمه قولنا هست، الله سبحانه و تعالی خبر میده که ان القول كان منه قبل الشيء، که قول کس سخن گفتن کس قبل از شیء است، قبل از شیء می باشه، فالقول من الله عز وجل سوى الشيء، پس قول کس از خود الله سبحانه و تعالی می باشه غیر از شیء. و معنی قوله کن ای کان فی علمه ان یکونه، و این که الله سبحانه و تعالی که میگه کن و این در علم الله سبحانه و تعالی بوده، الله تعالی در تقدیر نوشته بوده که ان یکونه او را انجام میده. و در کتاب اسماء و صفات روایت است که ربیع میگه از بوطی شنیدم که میگه من قال القرآن مخلوق فهو کافر، کسی بگه قرآن مخلوق است او کافر است. قال الله عز وجل انما قولنا لشيء اذا اردناه ان نقول له كن فيكون فاخبرنا الله عز وجل انه يخلق الخلق بكن، فمن زعم ان كن مخلوق فقد زعم ان الله تعالى يخلق الخلق بخلق. میگه الله سبحانه و تعالی در این آیت که به ما خبر داد که الله تعالی خلق میکنه با کلمه کن، میگه اگر کسی گمان بکنه کلمه کن مخلوق است، میگه به تحقیق زعم کردگی است که الله تعالی خلق با خلق میآفرینه، خلق با خلق میآفرینه. و باب دیگه ای که امام عبدالله گذاشته در مسئله ای است که سئل عن من قال لفظی بالقرآن مخلوق، در مورد کسانی که میگن لفظ ما در قرآن مخلوق است، میگن تلاوتی که ما میکنیم این مخلوق است. این که صنف دیگر از جهمیه است برادران، صنف دیگر از جهمیه است که اینا در زمان ائمه اهل سنت در زمان امام احمد اینا ظهور کرده بودن، میگفتن که یک گروه اول از اینا که جهم بود او گفت که کلام الله کس مخلوق است، معاذ الله، گفت کلام الله مخلوق است. طایفه دیگر از اینا که بعد از اینا آمدن خواستن که کمی ماسمالی بکنن، و کمی میخواستن که کفر بپوشانن با کفر دیگری، گفتن که قرآن کلام الله است و گفتن که کلام الله که از غیر مخلوق است، لیکن گفتن تلفظی که ما میکنیم، آیاتی که ما میخوانیم، قرائتی که ما میکنیم چون ما مخلوق هستیم این مخلوق است، معاذ الله. انشاءالله اینجا اقوال ائمه اهل سنت میخوانم، ببینید ائمه اهل سنت چه رقم جواب میتن به این.
امام حرب کرمانی رحمه الله در کتاب خود السنه میگه و هم الذين يزعمون ان نقول ان القرآن كلام الله ولكن الفاظنا بالقرآن وتلاوتنا وقراءتنا له مخلوقه وهم جهمية فساق. میگه لفظیه کسانی هستن که میگن زعم میکنن که قرآن کلام الله است، لیکن میگن الفاظ ما به قرآن و تلاوت ما و قرائت ما این مخلوق است. میگه آگاه باشین که اینها جهمی هستن، اینها جهمی هستن. و امام خلال از امام احمد رحمه الله روایت میکنه، امام احمد رحمه الله میگه افترقت الجهمیه على 3 فرق. جهمیه بر 3 فرقه تقسیم شدن. الذين يقولون مخلوق، کسانی که میگفتن که قرآن مخلوق است، و الذين شکوا، کسانی که کسانی که شک کردن، نمیگفتن مخلوق، نمیگفتن غیر مخلوق. و الذين قالوا الفاظنا بالقرآن مخلوقه، و کسانی که میگفتن قرآن الفاظ ما و قرآن مخلوق است، تلاوتی که ما میکنیم این مخلوق است. هر 3 طایفه را امام احمد که از طایفه جهمیه نام بردگی است. امام ابن بطه رحمه الله میگه گروه دیگری از جهمیه پیدا شدن که با انسانای خبیثی که با مکری که قلبهایشان کرده بود خواستن از کلمه‌ای که میگفتن قرآن مخلوق است، دیدن که کلمه بسیار عام شده، مردم با کفر از اونا رو فهمیدن، دلیل پیدا نکردن، آمدن گفتن که قرآن که از کلام الله است، و کلام الله گفتن غیر مخلوق است. گفتن قرآنی که الله سبحانه و تعالی سخن گفته و الله تعالی او را گفته او کس او غیر مخلوق است. و هذا الذي نتلوه و نقرأه بألسنتنا و نكتبه في مصاحفنا ليس هو القرآن الذي هو كلام الله، هذا حكاية لذلك، معاذ الله. گفتن تلاواتی که ما میکنیم، قرائتی که ما به زبان خود میکنیم و این که ما در مصاحف، در مصحف ها که می نویسیم، این قرآن نیست که کلام الله باشه، بلکه حکایتی از قرآن الله می باشه. فما نقرأه نحن حكاية لذلك القرآن بألفاظنا نحن، میگه او چیزی که ما تلاوت میکنیم، ما قرائت میکنیم، حکایتی از قرآنی که در نزد الله می باشه. و الفاظنا به مخلوقه، گفتن که الفاظ ما به مخلوق است، و خواستن که مردم به وسیله دیگری مردم کافر بسازن، و مردم به این شکل آمدن با این بدعت جدیدتری آمدن، مردم کس در کفر شرک بردن. و اولین کسی که این گفت حسین الکرابیسی بود. حسین الکرابیسی متوفای 248 هجری بود، لعنت الله بر او باشه. امام خلال در کتاب خود السنه از ابو جعفر محمد ابن الحسن ابن هارون ابن بدینه روایت میکنه. او میگه از امام اهل سنه احمد ابن حنبل رضی الله تعالی عنه پرسیدن، گفتم که یا ابا عبدالله، ای ابو عبدالله، انا رجل من اهل موصل، ما از موصل هستم، مردی از اهل موصل هستم، والغالب على اهل بلدنا الجهمیه، اکثر مردم منطقه ما که از جهمی می باشند، و منهم اهل سنه نفر یسیر یحبونک، مردمای کمی هستند که اونا اهل سنت هستند، اونا تو را دوست دارن. در هر زمان اهل حق کم بودن، در هر زمان پیروان اهل حق به همین شکل کم بودن، در هر زمان، در هر منطقه که از اهل حق پیروانش کم بودن. میگه وقد وقعت مسئله الکرابیسی ففتنتهم قول الکرابیسی لفظی بالقرآن مخلوق. میگه در منطقه ما کس مسئله کرابیسی از فتنه ازی است، میگه که لفظ ما به قرآن مخلوق است. میگه فقال لی ابو عبدالله، امام اهل سنه رحمه الله گفت ایاک و هذا الکرابیسی، گفت برحذر باش از این کرابیسی، لا تکلمه با او سخن نگو، ولا تکلم من یکلمه، و سخن نگو با کسی که با او سخن میگه. میگه 4 مرار او 5، میگه 4 بار یا 5 بار امام اهل سنت این کلمه رو به من تکرار کرد که نه با او سخن میگی و نه با کسی که با او سخن میگه تو او سخن میگی. فقلت یا ابا عبدالله فهذا القول عندك وما نشأ عنه يرجع الى قول جهم. گفت این مسئله خود در نزد تو است، تو در این مسئله بیشتر میفهمی. گفتم آیا این کلمه‌ای که آنها میگن که لفظ ما به قرآن مخلوق است، آیا این به قول جهم است؟ قال هذا كله من قول جهم. امام اهل سنت گفت کل اقوالی که اینا میگن از اقوال جهم است. و روایت دیگری که از حنبل است میگه سمعت ابي يسأل ابا عبدالله عن كلام الكرابيسي وما احدث. میگه از پدر خود شنیدم که او از ابو عبدالله امام احمد در مورد سخنای کرابیسی پرسان میکرد و ما احدث. فقال ابو عبدالله لابي هذا كلام الجهمیه. امام اهل سنت رحمه الله گفت که این سخن جهمیه است. صاحب هذه المقاله يدعو الى كلام جهم. میگه صاحب این سخن که است با کلام جهم مردم دعوت کرده رای است.
اذا قال ان لفظه بالقرآن مخلوق فأي شيء بقى. میگه وقتی که میگه لفظ با قرآن مخلوق است، میگه فأی شیء بقا، پس چی چیزی باقی میمانه؟ پس چی چیزی از قرآن باقی میمانه؟ و به همین شکل در تکفیر کسی که میگه که لفظ ما به قرآن مخلوق است، ائمه اهل سنت زیاد اقوال آوردن که انشالله بعضی اقوال میخوانیم. و امروز اشعریه ماتریدیه پیشوایانشان مثل ملا علی قاری، بیضاوی یا تفتازانی، باقلانی، کسی که شرح عقاید نصفی را نوشته، خیلی از رؤوس کافرشان که لعنتهای الله و ملائکه و تمام انسانها بر اونها باشه، اونها کس همین گپ میگن لفظ ما به قرآن مخلوق است، تلاوتی که ما میکنیم میگن مخلوق است، حروفی که هست در قرآن میگن این مخلوق است. معاذ الله، این کلمات کفر است، این کلمات همون کلمات جهمی بن صفوان است، کلمات همون که ائمه جهمیه است که در زمان سلف میگفتن و سلف و امام احمد رحمه الله آنها را تکفیر کردند. سألت أبي رحمه الله قلت ما تقول في رجل قال التلاوة مخلوقة وألفاظنا بالقرآن مخلوقة والقرآن كلام الله عز وجل وليس بمخلوق، وما ترى في مجانبته وهل يسمى مبتدعا؟ امام ابو عبدالرحمن عبدالله از پدرش امام اهل سنت احمد ابن حنبل رحمه الله روایت میکنه، میگه از پدرم پرسان کردم چی میگه در مورد کسی که میگه تلاوتی که ما میکنیم مخلوق است، الفاظ ما در قرآن مخلوق است و میگن قرآن کلام الله است و غیر مخلوق است. میگه نظر تو چی است؟ آیا از این انسان دوری گرفته شده؟ آیا انسان مبتدع است؟ فقال هذا یجانب، میگه از این انسان باید دوری گرفته شده و هو قول المبتدع، و یک کسی قول بدعت گذار است. و هذا کلام الجهمیه، میگه این سخن جهمی است. لیس القرآن بمخلوق، هیچ چیزی از قرآن مخلوق نمی باشه. قالت عائشه رضی الله عنها تلا رسول الله صلی الله علیه وسلم هو الذي انزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن ام الكتاب فالقرآن ليس بمخلوق. امام احمد رحمه الله روایت از عایشه ام المؤمنین رضی الله عنها میاره که میگه رسول صلی الله علیه وسلم تلاوت کردن این آیات که هو الذي انزل عليك الكتاب منه آیات محکمات هن ام الكتاب. امام احمد میگه فالقرآن لیس بمخلوق، پس قرآن کس مخلوق نمی باشه. و امام عبدالله از ابن شبویه روایت میکنه که او میگه از پدر خود شنیدم که گفت من قال شیء من الله عز وجل مخلوق علمه او كلامه فهو زنديق كافر لا يسلي عليه ولا يسلي خلفه ويجعل ماله كمال المرتد ونذهب في مال المرتد الى مذهب اهل المدينه انه في بيت المال. روایت میکنه که میگه از پدر خود شنیدم میگفت اگر کسی بگه که چیزی از الله مخلوق است، از علم الله بگه یا از کلام الله بگه، میگه او زندیق کافر است. میگه با او نماز جنازه خوانده نمیشه و نماز پشتش خوانده نمیشه و مالش کس مال مرتد است و مال مرتد کس به بیت المال سپرده میشه. و امام ابو عبدالرحمن میگه از پدر خود پرسان کردم که ان قوما یقولون لفظنا بالقرآن مخلوق، گفتم که مردمی هستن، قومی هستن که میگن تلفظی که ما میکنیم، قرائتی که ما میکنیم این مخلوق است در قرآن. میگه فقال هم جهمیه و هم اشر ممن یقف هذا قول جهم. امام اهل سنت احمد ابن حنبل گفت اینها جهمی هستن، اینها بدتر از کسانی هستن که توقف میکنن و این سخن جهم است. و عظم الامر عنده في هذا وقال هذا كلام جهم. این کلمات برش بسیار سخت تمام شد بر امام احمد، گفت سخنان جهم است. و بار دیگر میگه از پدر خود پرسان کردم از کسی که میگه لفظ به قرآن مخلوق است، میگه فقال امام احمد گفت قال الله عز وجل و این احد من المشركين استجارك فاجره حتى يسمع كلام الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم حتى أبلغ كلام ربي عز وجل. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس. امام احمد رحمه الله در جواب فرزندش امام عبدالله آیه مبارکه 6 سوره توبه را میخوانه که این احد من المشرکین استجارک فاجره حتی يسمع كلام الله. این آیات میخوانه، یعنی این آیات که خوان، اگر این آیات اگه بگی لفظش مخلوق است بگی معاذ الله، چون این آیات که آیات قرآن است، آیات کلام الله سبحانه و تعالی است، لفظش و حروفش کلش غیر مخلوق است.
و از پیامبر صلی الله علیه و سلم حدیث روایت میکنه که میگن که حتی ابلغ کلام ربی، تا که کلام رب خود برسانم. یعنی تلفظی که رسول صلی الله علیه و سلم از آیات قرآن میکنن این کلش کلام الله تعالی است و غیر مخلوق میباشه. و رسول صلی الله علیه و سلم میگن در این نماز چیز صحیح نمیشه از کلام مردم، یعنی در این نماز چیزی از سخنان مردم صحیح نمیشه، باید کلام الله تعالی گفته شود. پس از این فهمیده میشه که کلام الله سبحانه و تعالی که ما و شما تکلم میکنیم، سخن میگیم، یک از غیر مخلوق است. و امام ابو عبدالله احمد بن حنبل رحمه الله میگه من قال لفظی بالقرآن مخلوق فهو جهمی، کسی که بگه لفظ ما در قرآن مخلوق است او جهمی است. و سمعت ابی رحمه الله و سئل عن اللفظیه، امام عبدالله رحمه الله میگه که از پدر خود شنیدم که از او در مورد گروه لفظیه، یک فرقه از جهمیه که این فرقه که میگفتن لفظ ما در قرآن که مخلوق است، از اونا پرسان شد، گفت هم جهمیه، گفت اینها جهمی هستند و هو قول جهم، گفت سخن جهم است. ثم قال لا تجالسهم، گفت با این مردم هرگز نشینین. و امام احمد رحمه الله میگه كل من يقصد الى القرآن بلفظ او غیر ذلك يريد به مخلوق فهو جهمی، هر کسی که از این قرآن یعنی قصدش این است که میگه که در تلفظ لفظ قرآن یا حرف قرآن یا هر چیزی را که چیزی از قرآن که میگه که من ارادهش این باشه بگه که مخلوق است، میگه فهو جهمی، بدان که جهمی است. میگه و در کتاب اسماء و صفات میگه امام احمد رحمه الله میگه که من قال لفظ بالقرآن مخلوق يريد به القرآن فهو کافر، میگه کسی اگر بگه که تلفظ ما با قرآن مخلوق است که منظورش همین قرآن باشه، همین قرآنی که ما تکلم میکنیم، بگه که اگر هم تلفظ کردن از این مخلوق است، میگه فهو کافر، میگه بدان که او کافر است. و امام عبدالله رحمه الله میگه از پدرم پرسان شد و من میشنیدم در مورد لفظیه و واقفیه، گفتم لفظیه نمی کسایی هستن که میگن تلفظ ما قرائت ما در قرآن کسی مخلوق است، و واقف هم کسانی هستن که میگن قرآن کلام الله است و نه میگن که غیر مخلوق، نه میگن که مخلوق، توقف میکنن. فقال من كان منهم جاهلا فليسأل وليتعلم، گفت کسی اگر از اونها جاهل باشه باید سوال بکنه و تعلیم ببینه. و بار دیگر از امام احمد پرسیده شد، در حالی که امام عبدالله میگه من میشنیدم از پدرم که میپرسیدن، از مردم لفظیه و واقفیه پرسیده شد. فقال من كان منهم يحسن الكلام فهو جهمی، اگر از اونها کسی باشه کلامک از نیک بشماره فهو جهمی، میگه او جهمی است. و قال مرة هم شر من الجهمیه، و بار دیگر امام احمد گفت که اینها بدتر از جهمیه هستند. و قال مرة اخرى هم جهمیه، بار دیگر امام احمد گفت که اینها جهمیه هستند. سمعت ابي يقول من قال لفظي بالقرآن مخلوق هذا كلام سوء وهو كلام الجهمية. قلت له إن الكرابيسي يقول هذا، فقال كذب هتكه الله الخبيث. امام عبدالله میگه ما از پدر خود شنیدم که میگفت کسی که بگه که لفظی به قرآن مخلوق، کسی بگه که تلفظ ما قرائت ما در قرآن مخلوق است، میگه کلام بد است، این سخن جهمیه است. میگه ما برش گفتم که ای پدر کرابیسی که است اینمی سخن میگه. امام احمد گفت کذب، دروغ گفتگی از هتکه الله، یعنی به او دعای بد کرد. امام احمد گفت الخبیث، گفت انسان خبیث است. و قال قد خلف هذا بشر المریسی، امام احمد رحمه الله گفت ای کس جانشین بشر مریسی است. بشر مریسی کافر، همون کسی که میگفت قرآن مخلوق است و عرش و علو الله سبحانه و تعالی را انکار میکرد، امام احمد گفت ای کس جانشین همو است. و امام لاریکایی رحمه الله میگه کرابیسی کس جانشین بشر مریسی است و مریسی کس جانشین جهم بن صفوان بود. و هشام ابن عبیدالله میگه المریسی عندنا خلیفة جهم بن صفوان، میگفت که مریسی در نزد ما جانشین جهم بن صفوان است. و خلف الجهم بن صفوان الجعد بن درهم الذي قتله وضحى به خالد القسري يوم العيد. اولین کسی که به مسئله خلق قرآن سخن گفتگی از جعد بن درهم بود علیه لعنت الله. و او را که از خالد القسری یا روز عید، خالد القسری روز عید او را ذبح کرد، در روز عید او را ذبح کرد. مقوله مشهوری از نقل است، گفت ای مسلمان ضحوا تقبل الله ضحاياكم فإنا مضح بجعد بن درهم، گفت ای مسلمان شما ذبیحیتان بکنین، قربانیتان بکنین، الله شما قبول بکنه. ما هم امروز قربانی دارم، قربانی ما جعد بن درهم است. گفت جعد بن درهم گفتگی است که الله سبحانه و تعالی با موسی سخن نگفته، در حالی که الله تعالی میگه و کلم الله موسی تکلیما. اولین کسی که مسئله خلق قرآن به وجود آورد،
مسئله عقیده کفر و شرک به وجود آورد. همین چی بود؟ جعد بن درهم بود، بعد از جهم بن صفوان را رشد داد و بعدش بشر مریسی بود، باز کرابیسی بود و امروز کسای دیگری که ابوالحسن اشعری آمد، ماتریدی آمد و ملا علی قاری آمد، بیضاوی و تفتازانی و امثال کفاری که امروز در مدارس احناف تعظیم میشن. امروز در مدارس احناف در افغانستان، پاکستان، ایران، ممکن در بعضی از کشورهای دیگر، در هندوستان، اینا که در کتابهایشان در مدارس احناف این کتابهای ائمه کفر و شرک درس داده میشه. تفسیر بیضاوی درس داده میشه که مکمل کفریات و شرکیات است که به الله سبحانه و تعالی را انکار کرده و قرآن که از مخلوق گفتگی است، الفاظ قرآن مخلوق گفتگی است. چقدر ملا علی قاری مشهور است، حتی از کسایی که خود به سلفیت نسبت میتن او را که از علامه و شیخ و امام و شیخ الاسلام میدانند، در حالی که او یک ماتریدی کافر است. به همین شکل تفتازانی که قبرش در هرات افغانستان میباشه و چقدر در هرات که در افغانستان مردم او را تعظیم میکنن، کتابایش درس میخوانن احناف، لیکن کسانی هستند که اینا گفتن که تلفظی که ما به قرآن میکنیم این تلفظ مخلوق است. این ماتریدی و اشاعره که است، اینا از از چندین طریق اینا در کفر شرک اینا غوطه خورده هستند. الله سبحانه و تعالی ما را از این کفر شرکی که اونا گرفتار شدن الله تعالی ما را نجات بده. و امام مروذی میگه قلت لأبي عبد الله ان الكرابيسي يقول من لم يقل لفظه بالقرآن مخلوق فهو كافر فقال بل هو الكافر. میگه به امام احمد رحمه الله گفتم کرابیسی میگه کسی نگوید که لفظم به قرآن مخلوق است او کافر است. امام احمد در جواب گفت بلکه خودش کافر است. گفت امام احمد گفت بلکه خود انسان کافر است. و قال الامام احمد الحسين الكرابيسي عندنا كافر. امام احمد رحمه الله گفت حسین کرابیسی کسی که میگفت لفظ ما در قرآن مخلوق است او کافر است. و امام ابن بطه رحمه الله میگه من قال لفظی بالقرآن مخلوق فهو ضال مضل جهمی. کسی بگه که لفظ ما به قرآن، تلفظی که ما به قرآن میکنیم این مخلوق است، این گمراه است و جهمی است. و هر کسی که بگه که لفظ به قرآن غیر مخلوق است او مبتدع بدعتگزار است. و امام عبدالله رحمه الله روایت میکنه میگه کان ابی یکره ان یتکلم فی اللفظ بشیء او یقال مخلوق او غیر مخلوق. امام احمد رحمه الله دوست نداشت که در مورد تلفظ قرآن که سخن بگه که مخلوق است یا غیر مخلوق است، دوست نداشت سخن بگه. لیکن اگر کسی میگفت که مخلوق است باز به او رد میزد، میگفت که سخن جهمی است، سخن کفار است. امام عبدالله میگه سألته عن الكرابيسي حسين هل رأيته يطلب الحديث فقال ما أعرفه وما رأيته يطلب الحديث. میگه از پدرم امام احمد پرسیدم که آیا کرابیسی که از علم حدیث طلب میکرد؟ گفت ما اعرفه، گفت نمیدیدم، نمیشناختم و ندیدم که طلب حدیث بکنه. قلت فرأيته عند الشافعي ببغداد. گفتم آیا او را در نزد امام شافعی در بغداد دیدگی هستی؟ فقال ما رأيته ولا أعرفه، گفت ندیدم و نمیشناسم. قلت إنه يزعم أنه كان يلزم يعقوب بن إبراهيم بن سعد فقال ما رأيته عند يعقوب بن إبراهيم ولا غيره وما أعرفه. امام احمد رحمه الله گفت که نه او را در نزد یعقوب ندیدستم و نه در نزد دیگرش و نه او را میشناسم. و امام عبدالله میگه از ابا ثور ابراهیم ابن خالد الکلبی از او پرسیدم در مورد حسین الکرابیسی. میگه او را دو زد، کلمه زشت به او گفت، کلمه بدی به او گفت و از او پرسان کردم که آیا در نزد امام شافعی که شما درس میخوانن او هم با شما میآمد؟ گفت که هو یقول لنا ذلك، گفت او همچنین بر ما میگه و اما انا فلا اعرف ذلك او نحو هذا من الكلام. گفت اما من ندیدم چیزا، من ندیدم یک آمده باشه درس خونده باشه.